امروز اومدم بهتون راحت ترین روش فومگیری رو یاد بدم. اول 250 میلی شیر سرد رو به پیچرتون اضافه میکنید. اینو در نظر داشته باشین که اگر چیزی واسه اندازه‌گیری میزان شیر ندارین تا ورودی دماغه میشه 250 میل. نکته بعدی سرد باشه و پرچرب. قبل از اینکه نازل بخار رو داخل شیر بذارین یک بار این عمل رو انجام میدین. چه مقدار از استیم بند باید داخل شیر بره؟ نگاه کنید از جایی که سوراخ دستگاه شروع میشه، خب یعنی اینجا سوراخه، 1 سانت داخل شیر بره کافیه. خب استیم بند رو میاریم بالا، همزمان که پیچه رو میبریم جلو استیم هم میاریم پایین. تو ساعت 4 استیم بند رو باز میکنین 7 تا 10 ثانیه بعدش فومتون آماده است. حالا اگه بخوایم بدونید دقیق دماش چقدره، دمای 60 درجه است. شما برای پیدا کردن دمای 60 درجه دستتون رو میذارین روی پیچر، جایی که دیگه نمیتونین تحمل کنین میشه 60 درجه. استیمو میبندین، فوم خوبم روی استیم بند میمونه، سر نمیخوره، برای همین باید سریعتر پاکش کنید. بعد از اینکه تمیز کردین یه بارم استیم بندتون رو باز میکنید تا شیری که داخل استیم بندتون مونده تخلیه بشه. خب حالا فومو گرفتین، یه مقدار چپ و راست تکون میدین، 2 تا قطره طوری میاد بالا. خب این میزان غلظت فومتون رو نشون میده. نه خیلی باید لخت باشه و نه خیلی سنگین باشه و بافت فوم هم باید شاینی و براق باشه. و نکته آخر، بیاین داخل اینو نگاه کن. اگر فوم رو دیواره دور دادین، خب نباید خیلی سریع فوم بیاد پایین، فوم باید رو دیواره بمونه. خب نگاه کنین. اگه پیج ما رو هم فالو نداری حتما فالو کن، چون قراره کلی آموزش جدید و خفن بذارم واسه.